نمی‌شه قشنه خود داری که میشه دورش هم 10 کیلومتر نه ما میشه خرمونیایی که میکنی همراه کلون کلون کنی که پگه در بالای پول سیرات در بالاشو سوار شده میگذاری با دنیای شما شما پایش من میشه این باشه او گناه کرد یا گناهگار میشه نمیده اصلا نه گناهگار نمیشه اینو مسئولی نیستن ای نظر شریعت اگر به شرط هم طفلک با قول جمهور تا 2 سالگیش با قول امام اعظم ابو حنیفه تا 2.5 سالگیش همین یک بار اگر مکی او همون زنک برای او کودک مادر میشه و مادری رضاعی تمام خش تبار این زنک برای او خش میشه شوهر همون زنک همون شوهرش که شیر ایوشیده کو او برای اینا پدری رضاعی شید فرزندای همون زنک همش برادر و خواهرش میشوند اینا خواهرای اون زنک همش براش خوله میشوند انا بسیار برادرای شوی زنک همش برای عمک میشوند انا میتا خشتبار میشوند مقصد ای نظری نکاح حرام ای دیگه نه که ای نظری چی بگم اکلا سرپرستی و اون مسئولی تربیه او کودک نیست او کودک پدر و مادر داره اگر به شرطی که همین مادری رضایی اپکونش هم باشه سرپرستش باشه نگهبینش کنه البته جواب میگه نه که اگر او کودک در دیگه جو تربیه بیاوه دیگه جو در کلون شود این پروست شیرش داده باشه یگان گناهکاری نه فقط همون کسی را شیر داده است مسئول پدر و همون زن شیر دادگی که همون کودک یگان جو قید کنن نمیشه بفهمن که کیه باید که رابطه قطع نشود یگان فرزندی اونایی یگان واسه ایرا بگیره حرام ایوخی درست نیست اصلا برای میراث چطور میشه همین اگه اون بومر مادر چی داری نه ای نظری رضاعیت حقی ارث گرفتن نداره چه نه نه حرمت رضا و حرمت نکاح نه تاثیر بعد چی ایکو شوهرش بعد نگور نمیشه شوهرش نپرسیده شیر میته کودکای میگم به شک شوهر نگور میشه زنک حتما باید شوهر 100% بعد میگم کو یا جو قید کنن بسیار جاهلی ایده والله الان کدوم قشلاق هم قشلاقای شما بود چون کدوم الان نکاح کرده است بعد همین یوسف هم میشناسی پسری اون نام حاجی در همین چی میشینه این همین سرشوی میرزا چولده هم دهه شما های یک دادرش نامش فرقت های بچه های خوله نکاح کرده است این خیلی سال شد نکاح کرده است میگه انا ایو اگه نکاح موانیت اینو میگه شیرخوره کمپیری ماماش وردش شیر داده است من گفتم حرام ای درست نیست ایو مثل اکل خواهرش رو میخورم او هم بلنگوک داون داده است هم تلفن شد یا اوز اومد است موبی ملو شما نکاح کنید من خدمت ویچت نکنم همون کمپیره من نمیدونم کی بود من خدمت ویچت میکنم بعد گفتم بتشم تلفن هی بدبختی ابله گفتم چی اکرا در خواهر نکاح میکنی ویچت میکنی تو کسافت تو گناه اختیار ویچت کردن نمیتونی آیا میگه یا پسر خوله و دختر خوله هم که اینا اکم خواهر پسر خوله و دختر خوله تا وقتی بدن که تو کسافت شیر ندادی شیر که دادی یا دیگه اکم خواهر شیدن فرزنده هم شیدن تو چی در داری یا را شیر میتی اخی شیر که خوردن خلاص و خوب دیگه برادر و خواهری رضاعی شیدن این همی کار شیدگی های تاثیر میشه اگه رضا ثابت میشه اگر دختر بکیره هم باشه زن باشه میشه بکیره باشه دختر خونه بکیره هم باشه میشه واقعا شیر میبروید شیر میبروید اما چه این شیر در مرد هم میبروید پروسته ای مرد نمیشه واقعا اگر مرد به مکونش هم که شیرش هم که بروید نمیشه و حق میرزا ثابت نمیشه نه که در زن هر زنی که باشه میشه حالت میشه که زن مثلا به سین ایوست رسیدگی ای مثلا سین ایوست سینه که دیگه نمیزوید ای بحری سوز موندگی ای نه که پیستون و شیر داره ولی بعضی همون شوهرهای مست میمکن میگه شیر اومد کو خیلی قریب شود کو اگر همون شیر داشته باشه و شیر بیاید حق میرزا ثابت میشه تا دیم سال که دیم سال اگر زیاد باشه وقتی بخشیدن گفت که همین ای فلان نبرم یا که گفت بعد مردن من هم همین مول که همین خانه گفت از همین نبرم بعد مردن گفت یهوزی
زنده بوده نشده بود. نه گفت تو چی خیلی بعد گفت فافتی بعد فرزند کلانی دعوت کردی ترکه باز شود از روی شریعت. همون وقتی که گفت در وقتی زنده بودن سالم بودنش که همین مال و ملکی من ای نبیرم در دوامش نگفت که بعد مردنم اگه بعد مردن نموفته بوده؟ دیدی؟ نه غیر چیش بعد مردن کشید وصیت میشه وصیت. وقتی فرزند داره حقیقتا نبیره میراث کی نمیبره در نبیره میشه وصیت اگر فرزند وصیت کنه بو نمیشه الله وصیت للوارث انا اگه وصیت فقط در سلسی مون میشه سه یکی مون ای سه یا حیثه همون خونه در معمول نبیرش هم میرسه باقی موندهش تریکه وصیت. بله اگر همیشه بعد مردن بعد مرگم و بعد مردن من نمیگفت در شهیده مسلمانو میگفت که این همه خونه و در همه اهمی نبیرم اون مولی همون نبیره میشید خلاص دیگه او در ترکه نمیدونه بعد مردن که گفتی وصیت میشه بله یا که مثال همون آدم وقتی کسلیش در گفت بعد مردن هم نگفته مریضی مرض الموت چی دست معلومه دیگه با همون کسل میمره گفت این همی خونه و در این همی همه ای فلونی وقتی که در بیماری مرض الموت گفت این حکمی وصیت گوره دیگه حدیه نمیشه اگر چند بعد مردن ممکن نگفتم سه احساس میشه در صورت در طریقه نمیدرویه که در وقتی سالم تن صحت بدن مثال میگه که این همی مول حول همه بیا ای فلونی شوید و شویدی که بتن و دیگه در طریقه نمیدرویه بچه اقشم حق ندارن بچه اقشم دیگه حق ندارن بگیرن هیچ که دیگه حق همون ندارن واسه مولی هم آدم شد Значит, Дина Тугриш, я иду Таракаши, да, буду, Тугриш, да. نمیشه بابا بهترش که حساب کتاب کنن حساب و کتاب کردن حقشون پیشنهاد کرد دخترها یک تا پیشنهاد کردن ما نمیگیریم ما در اکمون بخشیدیم بعد اکا قبول کرد اتاک این خیلی به شاهدی دامولا قبول نکرد تو باید ترکه شود انا نه اگه میشه قبول کنم به شرط انیق 100% بدونه که جنجال و دعوا نمیشه متاسفانه همی یک میبخشنم تا ایزوی مردم رو بعد رزورو بعد سر میشه خویده مو هم خیلی یک بر رزور سر انا فلولی رو اوچم با مرا داده بود انا ایشه ایتا کرده بود و همه خاطر بهتر اون است که برای قطع شدن همین رزور و جنجالو همش حساب و کتاب کنه حق هر کس معین کنه هر کس در چند قیم میرسه با بگذار کسی در میبخشن همون بخشیدنشون هم بنویسه همون ملو در همون خوغت بنویسه همه خیلی امضاهاشون هم بگیره مال و ملک رو خرد کردن تقسیم میبخشیدم خیلی چی بدو خیلی پدرش یک کلبک میمون یک آقا جینک میمون خیلی میگفتن این فرزند خوردی همی باز اقتصادی بزرگانی این مردم صدور شده گیان هست آدمایی که الحمدلله مالشو میلیون دا میرسه قریب هر یک فرزندش اگر تقسیمش کنی امکان داره که $10,000 باشه کی میبخشه دیگه نمیبخشن دیگه علاج نداریم همین روایه باید شود در مال و ملک درخت میدروه درخت های نه باغ میدروه باغ میدروه البته میدروه البته عجیب یک قصه را میاره میگه بس ملائک با خدا نالند زار که مجیب هر دعا و مستجار بنده مؤمن تضرع میکند او نمیداند به جست مستند میگه ملائک ها در پیش پروردگار التجا میکنن روزی که یک خدای بزرگ او هم بنده مسلمان که غیری تا دیگه خدای را قبول نداره به وحدانیت تا ایمان داره ترا یکو یگانه میدونه همیقه گریه و زاری میکنه غیری تا یگان کس طلب نمیکنه تو عطا بیگانگان رو میدی از تو دارد آرزو هر مشتهی در صورتی که با همون نعمت دولت همی را تو در همین کافرو و در کسایی که نعوذ بالله هستی تو انکار میکنن و در کسایی که مقصد که یک انکار هم که نکنن با تو شریک قرار میتن تو عطا را در همون بیگانه ها میدی او خب بیچارو هم بنده های ترن امید دارن هم یارم اشتیاق دارن گفت این تأخیر نه از خاری اوست عین تأخیر عطا یاری اوست در جواب پروردگاری بزرگ میگه که این از حساب خار و زار بدنش در چشم من نیست همه عطا را دیر دادنم به خاطر کمک کردن همون بنده مای حاجت آوردش زی غفلت سوی من او کشیدش موکشان بر کوی من انم حاجتمند شد که
ای خدا جان گفته با ما چطور نه گربر اورم حاجتش او رود هم در اون بازیچه مستغرق شود حاضی اگر مشکلش حل کنم خونه سوخته با در همین بازیچه این دنیا همین رنگی بازیچه این نما دنیا لعیب و لهو این دنیا همین لهو خشگذرانی و لعیبه با در همین بازیچه دنیا مشغول می شود خش همه آید مرا آوازی او آن خدایا گفتن آن سازی او الله عزوجلال میگه من دوست میدارم آوازی هم بنده را او درد نداشته باشه خدا نمیگه به علم نمیگه آوی دیدش جوری نمیشوه در صورتی که هم وقتی به علم و درد داره مشکل داره پرابلم داره گردنکش کج میکنه ای خدا جان میگه ای پروردگار میگه یا الله میگه من هم آوازی هم را دوست میدارم توتیان و بلبلان را از پیسند از خشاوازی قفس در میکنن و هم توتی و بلبل برای چی در قفس میگیرن برای آوازی خشش آوازی شیرینش زاغ را و چغز را اندر قفس کی کنن این خود نیامده قصص در اونجا دیدی که زاغی علا را یک از در قفس بدوزن یا بوم بگیره در قفس کنن ای آواز شم بیزونه نه هم رنگ شم آخه و میگن نامرادی مؤمنان از نیک بد تو یقین میدان که بحری این بود همین بعضا مشکل داستان هم میشه و هیچ وقت ناامید نشه با یقین بفهم که همچه یکون حکمتی هست خدا را خوش بیاید که همین بنده پیشش ده زیادترک التجا کنه بکر پروردگار را خشنود که انشالله مشکل تا البته آسان میگردونه خدای بزرگ برای همین کسایی را دیده که امکان شرعی دارن پرابلم ندارن با گپی خدمت با وجود همین مسجد میروند نماز ترک نمیکنن با یقین بدونه که این آدمای خدا دادن خدا داده است شو عادتا آدمی که پرابلم و مشکلی داره می دوام گریه میکنن همین نه برای چی گریه میکنه زان همه نالد که بر وی زخم بسیار آمده است بیچاره قمیش 20 جوش شکاف کردن که آوازش میبروید اگر نه او پر باشه جای او آواز میبروید همین خاطر مقصد بیشتر آدمای بیمار آدمای مشکل دار همیو با علم ناله میکنن پیش پروردگار بیشتر گریه میکنن بیشتر توبه میکنن و اما گناه های بیزید با در پیش چشمشو میآید می نماید بر تو زشتی گناه میکنی نیت که باز آیم بره بعد میفهمی که ای بچه ای قد جنایت کردم در قبال نعمت های پروردگار فقط کورنمکی و ناسپاسی کردم بعد نیت میکنی خدایا همین مشکل ما همین دفع آسان بگردون خلاص دیگه هرگز گناه ها را تکرار نمیکنه از همین لحاظ مقصد این گپه که همونی خیلی نگوی که رنگ مواری پرابلم داشته باشه برعکسی کاره همین کوریا بودم و میتونم خریدگی من بودا با پولی کنم میگم من نگاه کنم 3 سال نگاه میکنم هم با کاغذ با قربان شیرینگی هم مقصد 2 3 سال دارم خب همه مقصد قربانی کردنی و میگه که هم آدم قربانی کردن چی بشه همین چی خیلی همین او چی گوی؟ این گوه بزرگ خریدگی میشه میخرن یا حامله دوره یا چه اوخی؟ مال خیلی مال خیلی سواریانو بعضش برای خوردن ها همه حیوانایی که برای خوردن هستن خدای تعالی برای ما را رام کردن معلومه یگان جای پوشیدگی نداره شترای اینا مثلا گوای خوبی نرموشه و خوبی مونده گوسپندای بزای همه چیزو را فقط قربانی کردن میشه یعنی چیزی را که شارع فرمیده است یا آدم مثلا یا آهو را گرفت آهو بچه را در خونه شوار قطیب بزا و گوسپنداش کلان شده است رام شده یه حق کشتن نداره برای که او اصلش روم نیسته او از حیوانای روم کردگی نیسته همدستی یا که مثلا یک بزای گوسپندای گرخته صاحبش رنگ وحشی شدگیه او بعضی هم پادای ای بزی شاید تیزتر میده اگر هم طریق قطعی او را قربانی کردنش حلال درسته یگان مشکل نداره برای اصلی خیچه گم نکرده اگه مشکل لگجو میشه یا حیوان باشه که مثلا پدرش خونگی باشه و مادرش وحشی یا انا پدرش وحشی باشه و مادرش خونگی مثلا همون اوهو را آورد در خونه نگاه کرد یکون بزای یکون تکای و یکون خشخورای پرید همون را بچه کرد حکمی همون چی میشه حکمی بچهش اکثری فقها همین مسئله ده مادر اعتبار میکنن اگر مادر میگن مقصد خونگی باشه او حکمی همون مادر را داره
اینا مثلا اگر مادر گوسفند یا بز باشه او را قربانی کردنش رخصت میشه. نه که اگر به شرطی که انا مادر بزی سید باشه، مادر باشه و قشقور و تکه پریده باشش او حکم انا بزی سید میگیره. در کتابای فقهی بیشترش همین ذکر شده. ای جمله در مختصر رو بگویم. نه که نه گفتم در این مورد همین چی اعتبار دارد؟ حیوان برای کلانی و خوردیش نه، ولی همین داملوی مسئله خوبه برداشت که گفت یا حاجی سوال کرد که یک نیم ساله بقای به حد کلانای ایده ساله را کلانای اما باید قربانی کردن ممکن نیست. در مول همون 3 سال اعتبار داره. همین قایده ها بیرون فقط همین قشقارای و شرطی که قشقارای همین ذاتی کلان باشه رنگی همین گیسه است که فرادوی خدمت. قشقار بچه را دیده که این 6 ماه بولش ای گفتندو یا ساله را کلان بشود. همین را جزعه میگن در شریعت. همین جزعه در مذهب امام اعظم ابو حنیفه قربانیش درسته. یعنی ای 6 ماه بولش درسته. همین یکی از صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنه حضرت بریده میگه تقویم پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کرد که یا رسول الله گفت من برای قربانی را مال کشتگیم یک روز پیش اید کشته اویو همین میشه و گفت نه تو برای خانواده تا گوشت تیار کردی این قربانی نیست، قربانی بعد نماز میشه. بعد گفت یا رسول الله در خانه مال یا ساله ندارم با نه که یک جزعه دارم. جزعه هم قشقرچه ای 6 ماه بالا را بگیم. ای 6 ماه تو یا ساله را جزعه میگن. یا ساله شید باید سنیش میگن. همون مقصد نه که کلان های در قد و قومت و در گوشت همون رنگی همون سنیه های اویو همون را بکشم درسته. همون یک روایت اومد است حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که خیر و نسکی الجزعه جزعه بهترین قربانی است. مو همین روایت ها گرفتگیم در سنن امام مسعودی اومده گیه. اما دیگه تمام نمود گوسفند اینا گوسفندای تنکرونی بود تمام نمود بگذار بزی کلان هم باشه بزی پاکستانی را باشه حدی اقل باید یه ساله باشه. یه ساله خوردش نمیشه. گو نر و ماده فرق نداره. حدی اقل باید 2 ساله باشه. 2 ساله خورد نمیشه. شطور حدی اقل باید 5 ساله باشه. 5 ساله خوردش قربانی نمیشه. فقط در سال اینای شمسی را حساب نمیکنن. اینای گریگریانس که قطعی حساب نمیکنه. قمری قطعی حساب میکنیم. سال شماری قمری یا سالش 354 روز و 8 ساعت 43 دقیقه باشه والله اعلم. همین مقصد که 10 روز دیده که این کفا اومدن میگیره 10 روز فرق کردن میگیره. انا خیلی اگر 10 روزش نرسه بعد یه سال گیره میشه. نه که ای او زیادش ممکن نیست. سال اعتبار رو دادن. این چیزی نیست که ایرا به عقل بسنجی که خیلی بزبالای کنم بکا یک نیم سالای چنی بقای 2.5 3 ساله گوش داره. عقل در اینجا معنی نداره. شریعت تکیه به نقل میکنه. وقتی شارع صلی الله علیه و سلم تعیین کرده است که همین باید 30 سالش همین قبول شد دیگه هیچ که حق نداره که به عقل خودش به فکرم ایتا و به فکر مطابق. عقل در کار شرع نابیناست. عاقلی کاری با علی سیناست. خداوند حفظ کنه. مثلا کالا پوچه را بین 3-4 کسایی تو قربانی میکنم کالا پوچه را مصرف کرد یک کمبغل میتونن چون اما مشکل نیست. همش روزی بوشان بتن چی؟ روزی هیچ اشکال درسته. هر چیز دیگه حضرت رسول شخصی فقیری که نداره این کنشی چی میگن قربانی کردن یک شخصی دورانده این مولی خودش به اول بده و مثلا قربانی شده تو قبول بشه خب ببخشید مولا تو شخصی دولتمند و فقیر مول میته که هم قربانی به هیچ هم به مبلغ هم میشه چی نه مثلا قربانی میشه ملکش میشه مالکش بشه بله میشه همه آدم برای کمبغلا را یکی اندک مشکلای امیر باید با اینوبات بگیرن. الحمدلله مردم مسلمان ما مایل دارن رغبت دارن در قربانی سعی میکنن که همه مردم که عید قربانی آخر به خاطر هم قربانی کردن عید قربان میگن. حتی ما عربی دم ایرا یوم الاضحی و عید الاضحی میگن. اضحی یعنی قربانی کردن ها یعنی مولا ذبح کردن ها. انا همین خاطر سعی میکنه که داره نداره مول بکشه. بعضیا بو میرن میخرن
камбағал اینه که به خاطر هم قربانی میروان مول میخرن. وقتی که مول به خاطر قربانی آدم کمبغل، آدمی که در کلش قربانی واجب نیست خرید، این نظر میشه. نظر یعنی در کلش واجب میگردونه خودش مجبوری. ناظر خودش حق خوردن همون مول نداره. خودش نمیتونه بخره. آنمیره باید که هم کمبغلو بدونن. اگر حقیقتا به خاطر قربانی نخریده باشه، در خونش مثال مول دارد، دو بزکای سه بزک دارد، یا تیمور اگر قربانی کرد این نظر نمیشه. انا یا که این همی گفتی که او هدیهش میکنن او مقصد نخرید است، در قصد نیت این هم نبود. این مقصد اگر پشت این نظر نمیشه این میخره. نه که ایمینای برای قربانی آدم کمبغل وقتی مال میخره نظر گویو کرد که من همین را نظر کرد پیش خدای تعالی عهد کرد که همین را در روی قربان میکنم، او در کلش واجب میشه و دیگه نظر خودش حق خوردن نداره. اگر ما بود کسی را نفهمیده خورده باشه، چند قیک خورده است پولی همون را میگیرن صدقه میکنن. 1 کیلو خوردی، کیلوی گوشت گوسفند 65 سوم، 65 سوم گروهی کمبغلوده میدی. اگر بله به خاطر اون که نظر شیده ناظر حقی خوردن نداره. ثواب البته میگیره، نظر معنوش نیست که ثواب معلوم شده، اما ثواب قربانی را چه خیلی هست میگیره، اما همین چیزا بدونه که خودش نمیتونه بخره، احتیاط کنه. خانواده‌اش میتونه. کمبغلو میتونه. خانواده خودشی؟ کمبغل باشه میتونه. اما نه که مقصد همین چیزا اگر به اینوبت بگیریم خوب میشه. آدمایی که برای او را قربانی واجبه هیچ وقت نظر نمیشه برای او. حتی یا مولا خرید با ای فکرش گشت اونا نکشتی یا دیگه شن کشت. خرید مولا برای قربانی مثلا در کلش نظر نمیشه برای که قربانی در کلش واجبه. اما مولا میتونه با بفروشه یا دیگه شن بخره. اما آدمی کمبغلی تری حق نداره. کمبغل مولا که برای قربانی خرید باید او را حتما بکشه. او را دیگه حقی دیگر فروختن دیگر نداره. خدای نکرده اگر همون مول بگریزه ای دستشوی بخره بعدی 12 ذوالحجه یعنی بعدی گذشتن همون مقصد قربانی و ایام تشریق اگر همون مولا دستگیر کرد همون تا زنده و زور یک هست میتشه خودش نمیتونه اون را بگیره. مثال اگر مولا برای قربانی خرید که مولش گرفتن تری بیدرک شد گم شد برفت یا مول دیگه خرید قربانی کرد که روزی دیگه اید همون مولی گمشیدگیش یافتن و بردن حتما اوشا میکشه. بای باشه نمیکشه. بای باشه نمیکشه. حقیقت هم یه نازکیه. اگر همون مولی را که برای قربانی هم خرید است ولی قربانی نکرده اگر مرد در کلش چیزی وجود نمیشه. نه که اگر آدمی بای باشه یا مولا برای قربانی خرید ولی نکشته که همون عیب به حد فحیش پیدا کرد یا که مرد حتما یه مولی نمیکشه. او برای در کلای او واجب باید. او با خودش واجب این علمی مولا نکرده است. ای الله. 12 ذوالحجه. 12 ذوالحجه. نماز عصر. مقصد 3 روز میگن نه زیادتر هم باشه میشه. 3 روز نمیشه با خودش. 2 روز میشه. روزی 10 11 12 تو همون وقتی غروب باید اسپید کنه بکشه. اگر کسی نکشت کدوم بوی نکشت یک گوسفند زنده یکون کمبغل نمیبره میده دیگه حق کشتن نداره. وقتش که گذشت رفت تمام بوی باشه اگر او در کلش واجب باید دیگه زنده میده یا قیمتی هم گوسفند نمیده. حضرت بعد نمازی که جایی که نماز عید هست حتما باید که همین قربانی بعدی نماز انجام شود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت الله صلاتنا و استقبل قبلتنا و نسک نسوکنا فلا یذبحن حتی یصلی. کسی نماز ما را میخونه، کسی قبله ما را قبله میدونه، کسی که همین مناسک ما را انجام میده تا زمانی که نماز این نخونده ذبح نکنه. بعد همون برایده روایت کردگی و میگم تقویم گو که من علاقه کشتم گو که این گوشت هایی تو برای خانواده ایختا گوشت تیار کردگی. اما در جاهایی که نماز عید برگزار نمیشه مثلا قشلاق‌های دوردست که اشتباه مورد این فرض کرده نماز عید برگزار نمیشه در اونجا بعدی در میدان صبح صادق علاقه کشتن میکنه
баъди дамидани сулҳи зодиқи рӯзи ид. Одатан дар ҳамин шаҳрорам дар китобҳои фиқҳӣ омадааст, касе масалан меҳмон дора, меҳмонои дурдаста ҳар се меоянд. Мақсад ӯ қадар ҳаяле намекунанд во ки ин мардак намози ида бихонаву ба биёяву ба мола бикишаву мехоҳад ки ҳамун гӯшти қурбонӣ ҳамун меҳмонош истифода баранд, метавонад ки ҳамун молша ҳамтар ягон қишлоқ лоӣ кунад, як каса вакил кунад, худша ё ягон каса вакил кунад, ки мақсад ки баъди дамидани саб дар ҳамун қишлоқ ба номи ҳамӣ қурбониша бикунанд. Ба гӯшта бигиранд биёранд. Шо дар дег медозанш, ин то намоза мехонад ки қисамон хӯрок қариб тайёр мешавад. Мисол ҷое ки ҳазрат одам хай ай намоз мемонад ки намоз ҳамҷа баргузор мешавад ку бе ирам. Ё и яке дига халос и ки намоз нахон халос қурбониш қабул шавиша. ҳазор шам мекиштанд анҷуман боқист. Охир ба намоз нахондан ин намоз ин баргузор мешавад ку охир. Не худиш иштирок Ама қишлоқ фарқ чи дига як иштирок кардак. Мисол иштирок накард димора хунда наметавонад, не ки қурбониша мекунад. Расина қишлоқ омака